بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، در مسئله تلفظ کلمه لفظ الجلاله الله سبحانه و تعالی سوال شده است که آیا ما همین نام لفظ ذوالجلاله را الله میگیم یا که الله میگیم؟ زیرا که بعضی از طالب علم هایی که از طرف کوکز هستند، اینها به مردم تعلیم دادند که درست و صحیح تلفظ لفظ الجلاله، لفظ الله، باید الله گفته شود. البته که این غلط است، الله گفتن غلط است. برای چی؟ برای اینکه در علم تجوید، در تلفظ حرفها، مخرج حرفها، این مسئله معلوم و مشهور است. التخفیم و الترقیق، قفز خوندن، تخفیم، آ گفتن و قفز خوندن، دهان را پره کرده به بالا زبان را برداشتن، و تخفیم این همین قفز کردن، و باریک خوندن ترقیق. و این قاعده در بالای اسم لفظ الجلاله معروف است که الله در حالت گفتن الله گفته می شود. دهان را پره کرده، آ گفته بالا کرده زبان را، الله گفته می شود. و همچنین امروز در تمام دولت های عربیه که مؤذن های خیلی با تجربه از آن میگویند الله اکبر میگند. یگان نفر از مؤذن نه در زمان رسول الله نه تا امروز الله نگفته است. خیلی که تلفظی این کوکزی بعضی از طالب علم تعلیم دادند. حالت باریک خوندن، ترقیق خوندن لفظ ذوالجلال الله هم همین در حالت کسر گرفتنش لله، در حالت لله گفتن بله باریک خونده شد. اما وقتی که در بالای لام فتح است، همیشه الله دهان را پره کرده قفز خونده می شود. و این معروف و مشهور در زبان عربی و در علم تجوید و قاعده هم معروف است. امروز بسیار بگویم خواهران و برادرها در تلفظ لفظ الله خود را مانند میکنند، تشبیه میکنند به تلفظ بگویم تترها یا کوکزها که آنها الله میگند. حرف هی آخرش رو هم گفته نمیتونند. یک چند خطاگی دارند. خطاگی اول الله نیو آ نیو بگویم تخفیم زبان رو به بالا یا دهان رو قفز کرده بالا کرده نمیخوانند، بلکه الله میگند. و حرف هی آخرش رو هم، این رو هم هی ملایم که هست، لیکن اینها به جایش خ میخوانند، گویا که اینجا هی قصد باشد، الله میگند. البته این به توجیکو این خوب نیست. برای چی؟ برای اینکه الحمدلله زبان فارسی به خودش حرف هی دارد و ما توجیکو تلفظ کردنمون دو نمودی هی رو هم هی حتی، هی هوس، هر دوشم رو هم که هی قفز یا هی ملایم میگیم، هر دوش رو هم ما میتونیم که انجام بدیم. برای ما این آسان است. ما باید حرف هی آخری لفظ ذوالجلال الله را خی نگویم، بلکه هی است. و این اولین خطاگی. خطاگی دوم، در حالت خوندن نام الله چه خیلی که در اول گفتیم الله دهان رو پره کرده آ گفته خونیم الله با آ مائل تر است نسبت به فتح، نسبت به با آ مائل تر است، بین آ آ لیکن با آ مائل تر است. الله انمین است تلفظ لفظ الله سبحانه و تعالی. باقی مونده تلفظ هایی که امروز میکنن غلط است، درست نیست. بارک الله فیکم.